قراره بهتون بگم توی سودان چه خبره. چند روز تصاویر وحشتناکی درباره سودان دیدیم که هیچ کسی اینجا توضیح نداد چه اتفاقی داره میفته اونجا. حاکم قبلی سودان آقای عمر البشیر بود که یک آرایش نظامی خاصی تو این کشور ایجاد کرده بود که منحصر به فرده. سودان یه سری قومیت شهرنشین داره و یک سری قومیت عشایر و بادیه نشین با اون تفکرات عجیب و غریب عربیه، عشیره وحشیانه و همیشه فکر میکنن اینها خیلی قدرتمندن. آقای عمر البشیر اومده بود به اینها یک آرایش نظامی با سلاح داده بود و ازشون یک یگانه تکاوری خیلی قدرتمند ایجاد کرده بود که تمامی همسایه ها هم از این ارتش ترسیدن، مثل دیوونه‌ای که بهش تفنگ دادی. و دیگه عمر البشیر نیست که اینها رو کنترل کنه. از اون طرف امارات داره به اینها اسلحه میده و اینها دستشون به هر جایی که برسه قتل عام میکنن. دولت مرکزی سودان هم زورش به اینها نمیرسه به دو دلیل: یک، سلاح نداره، دو، اینها مردم خودشن، یعنی باید بره مردم خودش رو بکشه برای اینکه مردم خودش رو نجات بده. از اون طرف امارات داره به اینها سلاح میده و اینها رو هدفمند بهشون مسیر میده. نیروی نظامی قدرتمند دیوون معروف به RSF اولین شهری که نزدیکش بوده شهر الفاشر، میره اونجا رو 18 ماه محاصره میکنه. مردم این شهر علف حیواناشون رو میخوردن و الان وارد شهر شده و روزی 4000 نفر رو میکشه. سودان، لیبی، سوریه، اینها هر کدوم یکی 2 تا 3 تا قومیت داشتن. توی ایران 11 تا قومیت وجود داره. فکر کنید اگر حکومت مرکزی ایران از بین بره چجوری به جون خودمون میافتیم دوباره ما.